الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سيئا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلك
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم قبل تلاوة القرآن حلاوة إيمان خوشنودی خالق الرحمن اجابت دعای مؤمنان پروردگارا برسان ثواب و ثمره آیت‌های تلاوت شده قرآنی عظیم الشأن را و رضای حضرت حق سبحانه و تعالی خصوصا برای کاف جمع انبیا و اولیا و مقربان درگاه الهی خصوصا برای پرفتوح متحر منور معظم سید کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برهانه چهار یار با صفا جمع مفسرین و محدثین و مجتهدین و ائمه خصوصا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و روحانت پدران و مادران و روحانت آنهایی که حق آنها بر ماست و روحانت متوفای مسعود برادرم و جایشان جنت غریق رحمت شایسته جنت باشند. الله ذوالجلال نامه اعمالشان را به دست راستشان نصیب گردانید. الله ذوالجلال گذشتن کل صراط پرخطر را برایشان آسان گردانید. الله ذوالجلال از حضرت سید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرابشان گردانید. الله ذوالجلال از جمال چون بیستگی مشرف گردانید. الله ذوالجلال آن دکتران سوابی پیغمبر آمان گفته است در نامه همه ما و شما نوشته بگردانید. الله ذوالجلال کلمه های من ربک من دینک من نبیک رب من الله دین من اسلام و نبی من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد در زبان این برادر گویا بگردانید. الله ذوالجلال برای فرزندان مسلمان خویش و اقربا صبر جمیل را نصیب گردانید. اللهم اینی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدین و الدنیا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سائر الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى برسان صحاب سمرين آيات تلاوتها اولا برای پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله جمیع پیغمبران جمیع اهل ایمان
خصوصا بر روی این متوفا برادران و ارواح اهل ایمان همه گورستان و به ارواح گذشتگانی که در اینجا حضور دارند خداوند برسان مغفرت شایسته جنت بگردانی و دیدگان ما عبرت ما را کشاده بگردانی که بینیم همین هایی که در اینجا خوابن همش مثل ما و یک روز در روی دنیا میگشتن امروز دیگر در وادی خاموشان خفن و هیچ که گم نمیزنن. حضرت میرزا بدل چی گفته است؟ یک قدم راه است بدل است تا دامان خاک بر سری مژگان چه اشک استاده هوشیار باش. هوشیار باش مثل یک اشک یعنی قطره او دیده که در سر مژگان کشال است. امر ما همین است. به همین خاطر است برادران عزیز گرامی که میبینیم در نماز جنازه اذان و قامت نیست. چرا؟ هیچ نماز به اذان و قامت نمیشود. این دارد که است وقتی که در طفلی همین آدم تولد میشه در گوش اذان و قامت میگیم. همون اذان و قامتی همین جنازه است. یعنی همین مدت عمر ما همین بین اذان و قامت است. بین همین چی نماز خواندن همین وقت است. اگر بیا فکر کنیم به همین خاطر اینه که به این مثلا که چی حیات دروزه مغرور نشده نیکی و عمل صالح کنیم به خلق خدا نیکی کنیم همین میماند برای ما برای قیامتمون. از حاصل عمر اگر کسی یاد کند شرمش بادا که ناز بنیاد کند. شرمش باد که او کبر کنه غرور کنه به یک دیگر دشمنی کنه عیبه همین حاصل دیدیم به چشم خود که باد است جهان به عقل کسی که تکیه برباد کنند. به همین خاطر برادران عزیز گرامی در این حیات دروزه فکر قیامت مون کنیم فکر همین قبر کنیم که خانه آخرت مون برای همین تیاری مون بینن برادران عزیز. اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. خدا رحمت مغفرت تمیز که Vou passar a parte aí. É aqui, Blô. É, Blô. السلام علیکم برادران، خوش اومدیم به کسب کانال ما. حضور آمد برای دستگیریتون. همه شما می‌نداریم شیروی نر. دیروز یک خبر ناخوش با کشی همه ما با کشی تاجیکستان و با کشی همه برادران غریب رسید که هنرمندی شناخته تاجیک و هنرمند تئاتر نظیرمد موسیف در سن 69 سالگی از عالم گذشتند. در حق برادرمان دعا می‌باشیم برادرها و خدا جایش را جنت گرداند. که نظیرمد موسیف را بیشتر از فیلمی قصری غم می‌شناختند که یکی از بهترین قهرمان‌های فیلم قصری غم بود که زیاده 10 سریه داشت. واقعی پناه همتان به خدا برادرها. در حق برادرمان دعا کنیم باشیم و الله نگهبانی هر یک ما و شما باشد. رحمت برای دستگیرتان.
خیر برادرها، خدا نگهدارتون باشه. در کامنتر برادرها یگان در حق برادرمان دعا باشه. خیر شیرونان.